اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چند ثانیه شد؟ 25 ثانیه. 25 ثانیه من این سوره رو با تجوید خوندم. نگفتم صبح 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 قل 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 قل. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله احد معادل با 1/3 قرآن. این سوره اسمش سوره اخلاص هست، سوره توحید هم هست. معانی این سوره کوتاه معادل کل قرآنه. اگر کسی 3 بار قل هو الله در روز بخوره ثواب کامل 1 ختم کامل داره، یعنی 3,210,000 حسنه. چون هر ختم قرآن 3,210,000 حسنه، 321,000 حرفه، هر حرفی 10 حسنه. چقدر ما بدبخت باشیم، شقی باشیم، محروم باشیم، تنبل باشیم، بیچاره و دربدر و مفلس باشیم که در 25 ثانیه نتونیم 1 خط بکنیم. با کی طرفی؟ اعمال کم پاداش بزرگ. سه بار قل هو الله 1 ختم قرآن. 25 ثانیه. پس اگر حق حیثیتی است به خودت شهامت بده، چون فردا محتاج 1 حسنه خواهید شد. طلبکار براش پیدا شده. خب این طلبش چیه؟ میگه خدایا ازش بپرس آبروی منو برد در دنیا، غیبت هم کرده. یه نفر مقتوله، کارد گرفته، خبرتون شد قاتل اون پیرمرد مؤمن عوضی پیدا شده. چند شب پیش عوض بودم، دوستی خبر خیلی ناراحت کننده به من داد. گفت پیرمرد مبارکی بوده تو شهر ما، 25 کیلو هم بیشتر وزن نداشت، آدم قد کوتاه لاغری بود، پول زکات پول خیرم کمک میکرد به فقرا. نماز صبح میخونه میره خونه، یه نفر باش داخل میشه همونجا خفش میکنه. اگر ترس از خدا نباشه تو رمضان هم انسان قاتل میشه. بترس از کسی که از خدا نترسد. من بعضی جوانا دیدم که با دوچرخه میرفتن، یک دفعه فرمان پیچیدن افتادن زمین. گفتم چی شد؟ گفت مورچه زیر یک گروه مورچه. یه دفعه متوجه شدم که زیر تایر چرخم میخوام برم، پیچیدن. پیرمرد نماز صبح خونده رفته خفش کرده. طلبکار پیدا شد. خب یه مقداری، حالا چطوری حلالی به طلب اونجا تو دنیا حلالی نطلبید، به اندازه طلبیش حسنات این آقای بهشتی رو میگیرن بهش میدن. دوباره طلبکار دوم پیدا میشه، بهتان هم زده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر اسراء و معراج جبرائیل جلو بود، میرفت، رسید به گروهی که به اندازه دانه نخود سنگریزه از دهانشون در میاد، بیفته روی زمین. بعد روی زمین که افتاد به اندازه گاو گوساله میشه بزرگ. بعد همون آقایی که سنگ از دهانش در آمده به اندازه نخود، هی دهانشو باز میکنه که سنگو ببلعه. حالا سنگ شده به اندازه گاو، تو دهانش نمیره، هر کاری میکنه تو دهانش نمیره. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ گفت اینا کسانی هستن که در دنیا به مؤمنین پاک دامن بهتان میزنن. فکر میکنه اون کلمه به اندازه دانه نخوده، کوچکه، سبکه، فلانی خرابه، فلانی فلانه، فلانی فلانه، فلانی.
ولی بعد که آمد روی زمین افتاد، از دهانش بیرون افتاد، بزرگ میشه، کل شهر در بر میگیره، آبروش تو کل جامعه میبره، بعد پشیمون میشه طرف، بعد میخواد اون کلمه رو بر بگردونه، حالا بزرگ شده تو دهنش نمیره. مواظب باشیم. بهتان زده، کل حسناتش میره، بدهیش میمونه، دوباره طلبکار پیدا میشه، میگه خدایا حالا دیگه چیزی برام نموند. میگه تقصیر خودت بود، کاش که شهامت داشتی تو دنیا میرفتی. دوست عزیزی میگفت که دوستمو به خاطر خدا نصیحت کردم، چند سال با من قهر شد. پناه به خدا کسی نصیحت من بکنه بعد باش صحبت نکنیم. میگه تا این که من سرطان گرفتم، خوب دقت بکنید، خیلی تکان دهنده است، تا اون نصیحت کننده سرطان میگیره. میگه میرفتم شیمی درمانی، برق به میدادن زیر پوستم، وقتی دست به پوستم میگرفتم فکر میکردم تنوره. تا این که روز آخرین باری که رفتم دکتر گفت دیگه از دست ما کاری بر نمیاد، دیگه شیمی درمانی جواب نمیده و شما 2 روز دیگه بیشتر نیستی. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، کل نفس ذائقة الموت. کار خدا، شکر خدا. میگه رو بستر خوابیده بودم، بدنم مثل تنور شده بود. یک دفعه دیدم که صدای زنگ تلفنم خورد. میگه گوشی بلند کردم، بدنم مثل تنور شده بود، استخوان تو پوست میچرخید. میگه گوشی گذاشتم، یک نفر گفت سلام علیکم آقا سید. سلام علیکم آقا سید. دیگه تا گفت آقا سید، خود تلفن کننده زد زیر گریه، دیگه نتونست ادامه بده. من فهمیدم که این صدای همون دوستی است که به خاطر نصیحت با من چند سال قهره. منم زدم زیر گریه. شنیده بود که من سرطان دارم، دکتر ناامیدم کرده، گفته تو میمیری. عاطفه برادری به جوش آمده، زنگ زده بود که منو حلال کن، حلالی به طلبم. خود این سید بزرگوار میگه که اون اندازه که من خوشحال شدم با تلفن این عزیز که بعد از چند سال صدای هم شنیدیم، که خدای نکرده بمیرم و صدای این عزیزم نشنوم. میگه دردمو فراموش کردم. خیلی وقتا فرصت کمه، امروز فردا میکنیم، رومون نمیشه، طرف میمیره، سرگردان میشیم. اگه فردا توبه کردید، خدا توبه نصیبت کرد، حالا دنبالش میچرخی، نمیتونی ببینیدش. خب حسناتش تمام شد، طلبکارا زیادن، حالا باید چه کار کرد؟ دیگه طلبمون بده. دیگه خود چیزی ندارم بهم بدن. حالا از گناه اون طلبکارا میگیرن میندازن رو گناهش. طلبکار بعدی دوباره گناه اون بار سبک میشه، میندازن رو گناهش. حالا با یه مقدار گناهش هم به کول بکش. وقتی دور و برش نگاه میکنه که هیچ چیزی براش نمونده، حسناتش که رفت همه به طلبکارا دادن، گناه طلبکارا هم چه؟ همه انداختن رو کولش. اگر نرسیدی که از طرف حلالی به طلبی چه کار بکنید؟ بعد از هر نماز 5 وقت باید برای کسی که حقی از او بر گردن توست، خدایا مغفرت، رحمت، بهشت، فردوس، آمرزش، دیدار خودت، هر چیز خوب هست در آخرت نصیب اون کسی بکن که حقی بر گردن من داره و نتونستم حلالی بطلبم از دنیا را. خداوند توبه نصوح و نصیب همه ما و شما بفرمایند. کلام خدا هر چی درباره صحبت بکنیم، فردا دوباره بیایم درباره همین التائبون صحبت بکنیم، دوباره وقتمون تمام میشه، دوباره کلام خدا میمونه. 1400 خورده ای ساله که
علمای دنیا از مسلمان و کافرش دارن قرآن و تفسیر میکنن، عجایبش تمام نمیشه. خودمون خسته نکنیم با کتاب های رمان و نمیدونم فلان و فلان و فلان. اونا جای خودش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ماه قرآنه، فرصت خیلی کمه. سعی بکنیم این اوصاف بهشتی رو و اهل سعادت رو در خودمون تقویت بکنیم. اون 9 تا صفت ولید ابن المغیره هم یادتونه که ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. اون 9 تا رو کنار بذارید، این 9 تا رو در خودتون تقویت بکنید که روی زمین بچرخید. بعضی صحابه، بعضی انسانها صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در زمان پیامبر همینطوری که میچرخیدن، پیامبر میگفت این بوی بهشت ازش میاد، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه. تو رو دنیا بچرخیم که احساس بکنیم که خداوند ما رو دوست داره. از خدا بهترین مرگ و بهترین خاتمه به خیری بطلبیم. در خاتمه عرایزم داستان شیخ احمد سعادتی، فکر میکنم آقای سید اونو بشناسن، ایشون به رحمت خدا رفتن، هزینه کل مدرسه دینی گلدا رو پرداخت میکردن، تلاش میکردن، انسان عجیبی بودن. روز جمعه صبح فوت میکنن ایشون. میگه خانوادش نقل میکنن که صبح جمعه بود، جناب شیخ رفت غسل زدن، لباس سفیدش و معطر تمیز پوشیدن، وضو گرفتن، مسواک زدن، رو به قبله نشستن. به خانمش گفت زن کجایی؟ بیا بچه ها رو صدا بزن، من مسافرم. دیگه زنش برگشت گفت جناب شیخ تو که روز جمعه پشت به جمعه نمی کردی، چطوری صبح جمعه مسافری؟ کجا میخوای برید؟ پشت به جمعه؟ من مسافرم. این نگاه تو صورت همسرش کرد و بچه هاش، حلالی طلبید، شهاده رو راست کرد به قبله و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. نفس خالی کرد. بعضی انسان ها اینطوری هست. بعضی انسان ها میخوان بمیرن، بالا سرشون 10 نفر نشستن، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. دیگه کلید گاف صندوق کجاست؟ پولم چه شد؟ بگو لا اله الا الله. ماشینم مال کی میشه الان؟ بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. سنتی که میت تو الحد رو به قبله بذارن. حالا کسی که تو عمرش تو دنیا رو به قبله نایستاده چطوری؟ بلافاصله صورتش برمیگرده.